بسم الله الرحمن الرحیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عمار ابن یاسر روایت است که به عمر ابن خطاب گفت: آیا به یادت هست که من و تو در سفر با هم بودیم و تو نماز نخواندی و من در خاک غلط زده و نماز خود را خواندم؟ چون این واقعه را برای پیامبر خدا گفتیم، فرمودند اگر چنین می‌کردی برایت کافی بود. و پیامبر خدا هر دو کف دست خود را بر زمین زدند و در آنها پوف کردند و سپس روی و دستهای خود را با آنها محض نمودند. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه همسر پیامبر خدا روایت است که گفت: در یکی از سفرهای پیامبر خدا درود بر او با ایشان همسفر بودیم. چون به منطقه بیدا یا منطقه ذات الجیش رسیدیم، گلبندم افتاد و گم شد. پیامبر خدا درود بر او با دیگر همراهانش برای جستجوی گلوبند توقف نمودند و در این محل آب هم پیدا نمی شد. کسانی نزد ابوبکر آمده گفتند: خبر نداری که عایشه چی کرده از سبب توقف پیامبر خدا و دیگران گردیده است و این در حالی است که با خود آب ندارند و اینجا آب هم پیدا نمی شود. ابوبکر در حالی که سر پیامبر خدا روی زانویم بود و به خواب رفته بودند آمد و گفت: سبب توقف پیامبر خدا و دیگر مردم شده ای، در حالی که اینجا نه آب هست و نه هم آنها با خود آب دارند. عایشه میگوید ابوبکر مرا مورد عتاب قرار داد و آنچه که دلش میخواست گفت و به دست خود به پهلویم میزد و از اینکه سر پیامبر خدا به زانویم نهاده بود حرکت کردن نمیتوانستم. چون پیامبر خدا صبح از خواب بیدار شدند آب وجود نداشت و خداوند آیه تیمم را نازل فرمود و مردم تیمم کردند. اسید ابن حضیر گفت: ای خاندان ابوبکر، این اولین برکت شما نیست؟ عایشه میگوید چون شتری را که من بر او سوار بودم از جایش حرکت دادیم، گلوبند را از زیر پایش یافتیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عطیه روایت است که گفت: مایان زرداب و تیرگی را از عادت ماهانگی حساب نمی کردیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روایت است که زنی از عایشه پرسید: آیا زن بعد از پاک شدن از عادت ماهانگی باید نماز خود را قضا بدارد؟ عایشه به وی گفت: مگر تو از خوارج هستی؟ ما در زمان پیامبر خدا به عادت ماهانگی گرفتار می شدیم و ما را به قضا داشتن نماز امر نمی فرمودند و یا گفت ما نماز را قضا نمی داشتیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. در روایت آمده است که هانی گفت: بعد از آن 8 رکعت نماز در حالی که خودشان را به جامه پیچانده بودند خواندند. چون از نماز فارغ شدند گفتم: یا رسول الله، بچه مادرم یعنی برادرم علی ابن ابوطالب میخواهد شخصی را که من پناه دادم و آن فلان ابن حبیره است به قتل برساند. پیامبر خدا درود بر او فرمودند: ای هانی، ما پناه دادیم کسی را که تو پناه داده ای. هانی میگوید این واقعه
هنگام چاشت بود. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او از دو عقد خرید و فروش در یک عقد و از لباس و نباس و از پوشیدن جامه به طوری که عورت نمایان شود و از نشستن که عورت ظاهر گردد نهی فرمودند. لباس عبارت از آن بود که شخص به مجردی دست زدن به چیز مورد نظر باید حتما آن را می خرید و نباز عبارت از آن بود که خریدار پول را به طرف جانب مقابل می انداخت و بیع لازم گردیده و برای هیچ کدام اختیار رد آن نبود. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از ابو هریره روایت است که گفت ابو بکر مرا همراه دو شخص دیگر در آن حج که امیر حج بود مأموریت داد تا در روز عید قربان در مینا اعلان نمایم که بعد از امسال مشرک نباید حج کند و نباید کسی به خانه کعبه برهنه طواف نماید. بعد از آن پیامبر خدا درود بر او علی را فرستاده و به او امر کردند تا براءت از مشرکین را اعلان نماید. علی همراه ما در مینا اعلان میکرد که بعد از امسال نباید مشرک به حج بیاید و نباید کسی به خانه کعبه برهنه طواف نماید. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که پیامبر خدا درود بر او به غزوه خیبر رفتند و نماز صبح را با ایشان در نزدیکی خیبر به تاریکی ادا نمودیم. پیامبر خدا سوار گردیدند و ابو طلحه نیز سوار شد و من پشت سر ابو طلحه سوار شدم. پیامبر خدا درود بر او مرکبشان را به طرف کوچه های خیبر پیش راندند و زانوهایم بر ران پیامبر خدا می رسید. بعد از آن ایشان چادر را از روی ران خود دور کردند تا جایی که سفیدی ران پیامبر خدا را دیدم. چون به دیهه خیبر داخل گردیدند فرمودند الله اکبر. خیبر خراب شد وقتی که ما به دیار مردم بیاییم، پس وای بر روز بیمداد شدگان، یعنی کسانی که دعوت خدا را نپذیرفتند. این سخن را 3 بار تکرار نمودند. انس میگوید در این وقت مردم خیبر جهت انجام دادن کارهایشان بیرون شده بودند و با خود گفتند محمد با لشکرش رسید. انس میگوید خیبر را به زور یا به سال فتح کردیم. چون اسیران را جمع کردند، دهیه آمده و گفت یا رسول الله، از این اسیران یک کنیز را به من بدهید. فرمودند برو برای خود کنیز را انتخاب کن. دهیه صفیه بنت حویر را انتخاب نمود. شخص نزد پیامبر خدا درود بر او آمد و گفت یا رسول الله، صفیه بنت حویر سردار قوم قریظه و نذیر را به دهیه بخشش نمودید. او جز بر شما برای شخص دیگری مناسب نیست. پیامبر خدا درود بر او فرمودند دهیه را با آن زن طلب کنید. چون پیامبر خدا به طرف آن کنیز نگریستند فرمودند کنیز دیگری از بین اسیران انتخاب کن. انس میگوید پیامبر خدا درود بر او صفیه را آزاد کردند و با او ازدواج نمودند و همان آزادیش را برایش مهر قرار دادند و هنوز در راه بودیم که سلیم صفیه را تجهیز و آماده نمود و شب نزد پیامبر خدا فرستاد و پیامبر خدا درود بر او صبح آن روز داماد گردیدند و فرمودند کسی که چیزی دارد حاضر نماید و متاع چرمی را پهن نمودند. کسی خرما آورد و کسی روغن آورد و کسی تلقان. سپس این چیزها را با هم آمیختند و این توی عروسی پیامبر خدا بود. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او که نماز فجر را می‌خواندند، زنهای از مسلمانان نیز در حالی که خود را به جامه‌هایشان پیچیده بودند
به نماز حاضر می شدند. بعد از نماز به خانه هایشان برمی گشتند و کسی آنها را نمی شناخت. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او در جامه‌ای که دارای نقش ها بود نماز خواندند. هنگام نماز خواندن چشم ایشان به آن نقش ها افتاد. بعد از نماز خواندن فرمودند این جامه‌ام را برده و به ابو جهم بدهید و جامه خشین ابو جهم را برای من بیاورید، زیرا این جامه سبب از بین رفتن حضور قلبیم در نماز شد.